شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش 5 کیلومتری شهر قرغانتپه ولایت ختلان پس از پیدا نمودن پرچم‌های داعش دولت اسلامی در بام خانه‌های زیست ساکنان جماعت تاجیک‌آباد که از این جماعت قبلا ترکمنستان نام برده میشد، تقریبا 10 نفر را بازداشت نمودند و برای پرسش به شعبه کارهای داخلی بردند. طور بیشتر از ساکنان این جماعت با صحبت با رادیو آزادی گفتند که روز جمعه به شنبه، یعنی که روز 16 فوریه به 17 این پرچم‌ها در بام خانه از جمله دادرزاده سید عبدالله نوری رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیدا کرده شدند و از جمله گفته می شود که دادرزاده سید عبدالله نوری نیز برای پرسش دعوت شده است. اما مقامات کارهای داخلی تاجیکستان در حال حاضر طوری که کارمند ما از جماعت تاجیک‌آباد اطلاع می دهد راهها به طرف این جماعت را بستند و در اونجا یک پاسگاه تأسیس دادند که افراد مشکوک و ماشین هایی که از اونجا گذر میکنند حتما مورد پرسش قرار می دهند. اما تا کنون مقامات کارهای داخلی ناحیه وخش و شهر قرغانتپه در رابطه با این مسئله پیدا شدن پرچم‌های داعش خبر دقیق و مفصل نمیدهند و از شرح این مسئله خودداری میکنند. در همین حال خبرنگار ما در کولاب نیز اطلاع داد که در دهه 20 سالگی استقلال در ناحیه فرخار نیز در مرز با افغانستان پرچم‌های داعش پیدا شدند و به مشاهده رسیدند و طوری گفته میشد ساکنان این دهه نیز دعوت شده مورد پرسش قرار میدن که از کجا این پرچم‌ها پیدا شدند و چگونه به بام منزل زیست ساکنان زده شدند.